تو بخواه آسانات صدا کلا. چرا؟ آسانات ما صدا کنم؟ آه چرا؟ اوجا پرش میکنن خدام چی میکنن نیده حسابشان معلوم نیست این چی رقم چی حال است. خالما بر تو چی چرا میکاره کردی؟ نه راستی بر چی کم بودی؟ نه عالمی امی تو چرا میکاره کردی که مرا بازار دادی بر از امنا؟ ما خود ندادم فقط لمس داده بودیم اگه نمیخواستی خود نمیدادی. گفتم وقتی اگه بچه رو ببینی شاید بفهمی که از بچه هم کده این خوب است شاید قبول کنی این بچه رو. خالما مرا خوش نداشتم خوراک مالک ما کده زمو خوش نباشم خود چرا میکاره کردی؟ حالا که خوش نداشتی میآمدیم هر یک جا استاد میکردی میگفتی نمیگیرم یکی دیگه شه که میای سن اوضاع خانه ما میبینه سن ما میبینه سن دخترها میبینه کمبخ همینجا خلقش تنگ میشه پس میره خانه ما بخی میدان جنگ شده مادر بیخی آدم جوری جا دیوانه میشه ما فرین بیبیت کمبخ یا ورده میفهمی ور بیادرزاده چی؟ ور بیادرزاده گودی تو بیخی مادر چی؟ دلیلامی تو خب گودی یکا بود که تو به گفتم یه گل صاحب آراز کشتی بدبر صاحب نواسا میشم انشالله در خانه ما کجا بود؟ ساکی یک چقدر مقبول است یارو چرا بردی؟ این چی یکش برشته خدا عزیز زندگی که بر ما دادن خسته شدیم به بینی رسیدیم این حال سلما خوش شود دیگه باز دلش به خوشی برسه دخترم الو چی شده دخترم الو دخترم چی شده دخترم کجا بودی مامی جان الو دختر نازم کجا بودی دخترکم نان تیار کردم الو بچه بردم قدر زد الو بچه بود یه خواب بد دیدم که دلم خراب شد بچه خیره الو خیره خواب بد بود دلم خلاص شد دلم دل خانه برآمد بچه الو وای دخترم خواب بد بود کجا سلما از بیرون رفته چی میکنه بچه دولی است من نمیفهم کدام کار دارم اینجا آرزو کجاست آرزو آرزوام هست دختر مشکل نان تیارم نان تیار کی بچه الله شما برشتو شمید سپایم رفیق بچه خیر مادر جان خواب بد بود جور هستی دخترم؟ مادر اینه ما خوب است و مقصد جور بشه بگی نان بخور دخترم کتم بگی تو بخو خیر مادر جان بگی ما نان خوردیم دختر نازم خوب هستم دختر بخور خیر خواب بد
شد. او دختر مریم الو او دختر کجا هستی؟ درکت نیست بیارم نسوار ما بیار نسوار ما نمیذارم یک چند وقت کوشش میکنم نکنم. نمیتونم بچیم عمل خدا کی لا کده نمیتونم میال مغزای سر انت لق میکنن تو پلاستیکت که خلاص شد تو نگفتی دیگه نمیخرم دیگه نمونده نمیشه بچه من چی کنم عمل ما ایلا کده نمیتونم این می عملم که نباشه من گنگ هستم من کتیر که جنگ میکنم حسابم خراب میباشه صدای که سرم بد میخوره این می نسواز حساب آرام میباشه با ما یک آرامش میته بچیم نسوار مرا خیر لطفا بیارین خیر است نسوار مرا بیارین نسوار که خلاص شد گفتی که من دیگه نمیزنم باز میخریدیم نه او خدا خیر تو بی کدام زدم اگه باشه باش که کجا آمده بخیر همیشه یک دانه زینا بانی نما خب بخیر یک دانه یک بیار والیکم شکر تو خوب هستی یک دانه دایم ماشا یک دانه زینه بخریم یک بیار کمیتم تو بالا شده خیرم میارم بیا زودگه نه خیر از این بعد از خودمون میشه خیر ببینی راستش هم میخواستم یک گپ برد بگم چی استک همیال که از مادرم شانم گپ زدم امروی کلی گپ زدیم سوی تفاهم کردیم که نمی دختر خال مال خودتان است بیاز بچه تان امروی شورسی میکنه قبول داره هم دختر قبول داره هم بچه دیگه چی خوب میشه که دیگه زودتر نکاحشو نکنیم دلتان هر چیز که میکنین مثلا میگه که قوم خیش میخواین که قوم خیش هم خبر شو که بچه تان عروسی کردین خونه اگه نمیخواین اون یک گلسه میمونیم نکاح میکنیم مقصد دختر بیارین خانه تان حالا گلم میخواد دختر یک نکاح کدگی است ست لغه در خانه یکم بیای بشینه نکاح کدگی است چرا ننگرد از زیر حلق خود روش کده رویش کنه اما اصلا نکاح نکده خب میفهمه گریخته میفهم دخترایم ازستان دیوانه خواد شدم چرا مادر جان باسار میشم دیوانه میشم تو نمیخوری بچه؟ نه مادر جان ما خوردیم تو نان تا خوریم خوبش مزه دار پخته که خیر بینی دختر زده بشیم اینجا هر تشویش نکو خواه بد بگو همین خواه بعدم سرما بیه ولی اگه این بدبختی آدم ها بیه چرا مادر خدا نکنه نمیفهم چرا قدیدنی های مزیات از بچیم من میگم خدا چقدر دیدنی های دیگه ببینم چقدر روزای بعد دیگه را بکشم چرا مادر با من خود دیگه شما حرکت نمانده دختر این نمیفهم بچه روزگار از زندگی خانه است چی بگویمت بچه هر نان تا بخوال خواه بد بتیر شد مادر چیز کار ندار دیگه بیارم بد نه بچه تا بخون ما هستیم پیشید مادر جان ما هم هستم سلما هم هست آرزو هم هست کل ما هم رایت هستیم شکر بچه که هستین شکر که هستین خدا نخواسته که پیشم نباشین چی خواد نه مادر جان هستیم رایت دخترم هستم نکه خودت چی خیره خوابت بتشت کل که باز مریضیت زیاد میشه خوارت انان نمیخوره کتم و باش که سلما در بیرون از کار داشته که نظرم یعنی چی نکاح نکده بهش موتو نکاح نکده ارزش که گریخته رفته دای دو ما میفهمی رفتن وقت نکاح کردن کل گپ خلاص نکده نکاح کدگی سر نکاح خط پیش فردین است نکده نکاح میگم خب او رقم نکاح کده باشن خب میفهمی که 4 دانه قوم خیش اگه خبر شد باز تو سر ما مندازن خلاصه نمیتو بگم دختر گریختان حالا آورده باز خانه خشوش شونده از کل خوب است که خانه خود ما است ما قبول دارم خیربان خانه خود ما یک چند وقت دگام باشه نکاحش نکنین یک اگه قوم
قوم خیش میخواین بخواین اگه میخواین دلتان دیگه ما اون کو ندارم گل میخ یک روپه ندارم اگه دارین خی اون پیسه بیارین که ما برم یگان چیز بخرم قوم خیش بتلبم نگه یک دفعه دیگه هم نکاح فردی نبگو پیدا کو دیگه زن فردی میگه کجا کنه یک روپه نداره نه و اومدن نیکار نه دیگه خی بچه کلان تو بگو کار میکنه بچه کلان خنبخ کار میکنه خی مصارف خانه خرج خانه این تو میشه یا گپ دیگه بر بگویم خانه رو تو کرانه میتی یا خرج خوراکتون 3-4 نفر هستین اون خب پورا کردن میتونه دلتان از هر جایی که میکنه کران میتون در خانه خود کران بتم کران نمیتی در خانه خود سایز کران نمیدن خب ما میریم کران نمیتین خرج خوراک خدا پیدا میکنین پیسه آرسی رو پیدا کنین آرسی کنین توی کنین هر چیز که میکنین دختر بیارین خانه تان و یک گپ دیگه هم که بسیار مهم است دختر آسونات خانه تان آمد نکاح کردین تا وقت نکاح 13 خانه در اتاق دمی خانه و دمی جای میشین بعد از آرسی آسونات گرفته بچه خود گرفته مریم گرفته میرین خانه خود دیگه فرمایش نداری دیگه اما جان نمیگه با آخر از بخاطر که نمیخوایم دیگه آسونات پیش چشم ما باشه میرین هر جایی که میرین اگه خانه کرایی میگیرین اون دلتان اگه پیش خیش قوم دیگه میرین اون دلتان مقصد خانه رو ادامه میدین بس این خیش ما برین ما آسونات نکاح کردیم شما کوش کنین برین که آسونات نبینین این خانه پدریس دیم یک رسیده بر اما جان چه این خوب خانه خود ماست چرا ما خانه خودتانه گل امی خطو بر پیش مادر پرسون کو پیش زن کاکای دیگه پرسون کو این خانه پدر ماست خانه پدر ما کس حتما بر پدر تو رسه بر مام رسه ما مولاد زو پدر هستم عقل مام رسه این می عقل است اگه زیاد توجه تا خوش نداری یا اسناد تا خوش نداری تو اسناد که تفردین کرد تو می یک بگی برو هیچ نیمه را میبینی نیاز اما خونه باز میگه پایده شروع کردی ما چند دفعه میگم خیره میگه پیش از گپ میزنی یک چند بار فکر کو چی میگی تو فکر کو که بگم من تو از خانه میکشم این خانه عقل است میراث به ما امیم رسیده این میراث از پدرم بود از پدرم به ما میرسه حالا پدرم نیست به ما میرسه خب پدر دست کی عقل میراث شوهرت میگرفتی نه بر پدر دست کی میراث مونده از پدرش از پدرش مونده پدر از پدر من نیست عقلش به من نمیرسه هر چیز باشه خاله میراث عقل شوهرت میگرفتی بعد دختر بچت میدادی علی خب پدر مادرم اینمی حق میراث به مادرم رسیده از مادرم به ما میرسه شما این دخل اندازی نکنید اما این که ما براتون خوبی کردیم آوردیم در یک اتاق شاندیم دو اتاق سه اتاق به شما دادیم دیگه شما سو استفاده نکنید خوب دختر بودین که ما رو دین شاندیم بیازو تو خورد سیان عقل تو کار نمیکنه بیازو میفهم که یک بار کلام کردیم که آوردیم شاندیم بگم میخوانه که ما شانده میره ما خیرات شاندیم یا حقش است اینمی حق ما حق تو از چوخ شد از وقتی که تو رو دیگه شاندیم تو یک ذره یافتی سرشانه اون بالا شدی گفتی نمی خانه و جای از خود ماست تو فکر نکنی اما ده هیچ این نمی خانه را امید گل کاری که بابا کلانت کرده میفهمی نمیفهمی نمی خانه را نمی خانه امید زامت کشیده گل تر کرده این نمی خانه داده بر مزدورکارات بیر دیوالا رو آباد کو یعنی توی کارا رو نکرده من کتیم پدرم تقیم تشانه بشانه کار کنیم زحمت پدر ما بوده موجه خانه حق اینجا بس پدر ما موجه بود پدر تو که بود اون حق پدر با پدرم رسیده گفتم فقط این یک گپ آخرم باشه آسونات میگیرین کلتون از اینجا میبرین هم یک شما لطفا کنین حتی نمیخوایم آسونات بگیریم خانه از ما چرا ما خانه خود بریم چرا ما خانه خود بریم یک من دیوال میکنیم اما سعی کن مرا درک دو دونه بچه پیش روی خود داری اردوشان جوان از کلان از کار کردن میتونن خرج خوراک خود کردن میتونن من بگی خوبش میشه این سلما و غیر جنگ دیگه چیز نمیخواه حال ده دفعه گفتم او از ما تیر است کس بچه تیر نیست که چیزی که من میگم گپ مرد تایید میکنه از خود گپ مپ نمیکشه مادر جان مقصد کار کنی که میگه نسیخ بسوز نکباب صحیح دختر من میروارده الله چرا بسم الله چی شد دختر مادر من چی میکنی بخیزن کاکای ما دخترش آمده چی دختر کاسنات او دختر ایسو بیا تسکی اینجا پتش که یک جا پت نه الله اینجا بخ اینجا نمیشید خیلی چطور کنم او دختر در کجا رسه الله بره تیز که دختر خیلی کدام تو ببر پت کنم برو تیز اینجا داره داره از برای خدا حالا من چی جاره کنم خب اینجا یک چیز پرد کنم قلفه کت دلم خطا خورد حالا چیز سلما چی شد من خودم میفهمم کارم میفهمم فقط دل نسوزان بر از یار که بگی خیر است سگ مادر جان خیر است برو زن کاکای مسیرترم از کش کن نه تو خونه میگم مادر همین کار از یار کار تو مقصد است که بازم چی شد من کار شد خوبی شد تو دولیشون بشام پر نمیزنه نه
امروز یک طرفش میکنم وقت نمیمانمش دیگه نمیمانمش که او بیا فریق خدا بشویه میفهم یا نه بس از دیگه کورشم دخترم دخترم وقت کجا هستند کجا بعد از دروازه داخل میشدم از تو آمدم کاسونات پد کنی خیلی چه شد چیز سلما کجا است شمید سپایم را بخت دختر بخت دل ما رفت خلاص شد الو دل ما رفت خلاص شد کورشم دختر ما بار چیزی چی کنم مادر سلما اینجا بشینیم اینجا میشه دو شیمه و حرکت ما رفت گمش کن دیگه دل مال نداره الو دختر سر صدایت او برو از آینه روی تو سکو شکل خدا بر من نشان میده که ببینه که اینا آمده سر تا تاکو خدا نشان ندی الو دختر میفهمی بچه امروز دیگه تام جدی باش مقا هست مادر امروز کار یک طرفه کنی که دش یا خبر این طرفه میکنم یا اون طرفه میکنم دم افتیلاش نمیکنم بیا زینه میاله که داریم زنک قبض روی میشه میگه اینا باز آمدن نه چه کنم شه امروز که جلش از او نکشم میلا دادنیش هم نیستم در خدا نه یک طرفه میکنم شه بچه خانه در من کچ هستین هستین خانه یا نه کجا هستین صدایشان شنیدم الو خدا پرده کنه زنیور الو علیکم سلام علیکم هیچ با خدا که 100 نفر به همیولی را زنده پشت روی کنه شما خبر تو دم رو خزانه بیادر دست دیگه خوب هستی جانک جو خود خوب هستی شاکر چیال داری سلام خوب هستی جانک جو علیکم چرا بچه خوب هستی شفا باش بخیر اومدی چرا خدا نکنه خوب هستی جان جور چیال داری تو خوب هستی ای پایتا چی کرده که دو خورد بشین کالا ور میکردم من تو بشینه پیشتی را بان دخترم نه پیشتی ده از تو برای پا پیشتی پس زن ککات بان سایز بیبی چی سایز بشه اینجا میره کمک از بشه خیلی میگه خکا بیافته بیچاره مریض قجام هم نداری جور هستی خوب هستی نه نام خدا تو تایید دختر است تو نام خدا کاریگر است نه خوب پایکش لخچید تو چی حال داری؟ باش که پیشکت بشینم شکر خوب هستم جور هستی تو ساعتمند هستی چی گپا چی سخنو هستی او فضل خدا کم گرم شد چی گپا چی والا شکر قراری خیر از طرفای تو باشه خورک از طرفای ما نه طرفای ما آرامی شکر قرار است خیر بر شکر که هم آرامی است شکر هم قراری است زنی ورجان آمدیم که دیگه امروز یک طرفه کنیم دختر تلبیستیم آی آمدن یا چطور کنم آی چطور کنم مادرم دارم این دو خورا دو بیادران بیرون چقدر خوبش میشه دو مجمله بگی اما گپای ناق نزن خیر چی میگی تو نیست بیادرم نداری خب این چکر اجملم بچه جوان یکی نمیکار کنده این نه سبا بگیرم تو کای بچه تو هر سالیست کای بچه تو هر سالیست هم فردینش پودری همون دیگهش پودری دقیقا فرگه کلیا میدیگش بزنید بچه نداره تو که اجمل بگیری دیگه خلاص یک گرزو میمون ارزون به که دیگه میتیم نانیتون برشوی کنه خانه این از ما شما یک بچه دیگه میدیش چه ارزو میگرفتی نه بر بشین بگردین اما گکتون کتون نمیباشه اما سعی کو گپای ناق نزن من خب بر تو خب معلوم است که من عروسی نمیکنم خلاص اینه میگم بچه تو رنگ کار کنه بر پیسه خرج خوراک تو پیدا کنه کرای خانه تو پیدا کنه خرج خوراک تو پیدا کنه خصوصا فردین جان بگو پیسه زن تو پیدا کو و خرج خوراک من میگیرم این نانیت میرم شوی میتم یک ارزوت میمون ارزوتم شوی میتم یک چند وقت تک نگاهش میگیرم خیر هم میشه خلاص اینم قمانده که خانه و جای از خود کنی دیگه کل ما را تیله کنی بکشی خانه و جای از خود کنی اما جان خیرم ما گپ زدم مریم جان نمیره بیادر کلان میگه من خب میفهم نمیگه به او بیادر کلان بگو گاردی جان میریم اینجا که ما باشیم نمیشه مریم درکم کو نمیخوای ماسونات دیگه ببینی ماسونات مردم یک وقتی گرفته بودم را بیادر برد دیگه ماسونات به من حالا اصلا خودش اینگری آمده بود دیگه ما خب هر چی باشه مریم لطف میگی
این بابا یک وعده بتی بابا درت میگی اردوش روی میکنی کار کردن گفتن خو میگم اگه قبول کنه دیگه باز من قبول میکنه چرا قبول نکنه خانه از ماست جای از ماست چرا قبول نکنید تا حال کشان نمیتون دیگه یک لطف ما بود لطف ما بود لطف مادر جانم بود مادر که دل پاکم بود فنش یک مادر جان دینگ 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 شی بودم تو امبری و امبره این خانه برام میدونه یعنی بیغم پاکیزه اما خودم گفتم این میگه پیاد نکو خدای امروز تو همین گپ زدن هم حیف است به خدای نه چی رقم مستی چون تو مریم مادر تو بفهمون خیره دیگه خاص ما چیز بر نمیاد اینم قروس شده میگم خلاص کن اگر دکتر ضرورت داره تو مجموعه بگی بیغم پاکیزه خلاص هر دیگه اکتم سنوی میشین بره بخیر بری حالا چی گفتن راستی همون که قار باشه باز تو بیخی دیگه زیاد میگه حالا چرا قار باشه بچه حقیقت تلخ است من دختر از خانه خالی خود نه دختر خود تا بال را نامده دختر چرا؟ نه نامده تال را دختر خود امو مرغش هم یک لنگ رقم داره میمونی سو مادر چه رقم خالو هیچ نمیگه که برم خانه مادر برم هم خالام نمیگه برم سعی کن خوره این سک از او خاطر بسیار نداره تو میرفتی بچه تو میرفتی که جره بودی نامزاد حالی حق نداره که بره نه نامزادش حق نداره که حالا خب که او را بگه که تو کجا میری کجا نمیری تو حق نداره اینه نگو نمیتیم دیگه خور مادرم روز یک طرفه میکنی خلاص همه تا کمر بسته کنه برات آمدیم خب کدی که کمرک تا بسته که امام کمر خود خیلی بسته کنم بسته کن رقم میشه دیگه امروز مسئله ما را موضوع ما را یک طرفه کن خون موضوعتان خونم و گپایتان خب کلش یک طرف است دیگه اون خب ما بار برتان گفتم دیگه ما گپ یک طرف است موضوع یک طرف است گپ ما یک گپ است بیایی کدام گپ نه میگه که از خاطر می سنا جان که گفتین دیگه برو بچه خدایا کجا هست که سلما خانه اما که بری دیگه بغیر از جنگ و جنجال چیز نیست سلما خوب شد که پیدایت کردم بیا که یک مصیبت کلان مونده زن کاکایم که دخترش خیست آمده از بد بدترش که آسناتم دم اتاق بود که مادرم گپ میزدک اون ما در پس خانه قلب کردیم آسنات پس خانه قلب کردیم جای پیدا نکردیم خب پس خانه خود شیشه ایست دروازش اگه ببینن چی قلبش کردیم از موش میترسم اونجا خموش داره اگه چیخ بزنه خب بیخی بیاب میشه بخی یک کار کو بیا ما چی کنم چرا خو یک جای میکشیدش بیرون طرف آشپزخانه میبردینش عجب شد یک طرف زن کاکب چی میکنه هر دقیقه به خانه ماست میگه همین کار کالیدن ما کمر بسته آمدیم خب یک طرفه او رو هم یک طرفه که گفتم نمیتیم چرا باز آمدی گپ حقیقت که مردم بو یکی زور میته نه تن زور واضح حقیقت بگو یکی نمیه میراث به امیم رسیده گپ زده خورش که بیا اینجا خارسی کده هنوز نزدیکشان هم است خودشون بر اجمل میگیرم اینه ننشم شوی میته مرغوشم میگم خرج برک دیگه بگیره خلاص خراب تو باز یک چند چی حسابش خراب مرغم حساب داره چیز که حسابش خراب است اومده سرمی سر سفید خود در چند میگیره پتکه میگیره برک میشه خود سرخ زرد جور میگیری سرما تو بخدایا کچولو یک زده بان که بشنه چه کنمش مطال بسیار بس شب سلکن دیگه زیبا توصله نمیکنم آلدون بشان زیاده سمست فهمیده نفهمیده چی میگه که تو میگه مادرش هیچ چیز نمیگه نه می کارا رو خود از این میکنه مادرش تو زن نیست میفهمه هوشیار است که در میجه حق نانیمام است میراث به نانیمام رسیده بی حق رسش تو کس نمیفهمه چیزی خیره زیاد سرسبا نکو زیاد گپای بدم نزن نامشونی نگذار شد یک دفعه یک چیز میگی یک دفعه کچوری برو گمشو که تو رو یک چیزی میگم برو آب دست سرت چوه تو نوش پیاز سبز یا هم سرم گپ میزنه وای خدا شانه تو با ما اکران شد چی کنم خوراکی دیگه یک طرفش نمیشه که توی گپا میزنه اما تو از مادر یعنی هایی شنگت نشان بده ما چی کنیم یک طرفش اما تو نیست مادر اینو شنگ من نشان دادم دیگه برتون گفتم دیگه از که شنگ دیگه چقسم شنگ نه بسته خود برتین نه مادر نشان کار دادم قبول نداره مادر نه تو میفهمی که کار گپ دیگه نه این گپ هایی است این گپ مفت است بچه‌کم دلاو این کار خندی نیست کلا شد الان نشد این میاله بچه قریب است که نواسیم خدا بکشه خودکشی کنم از ننگ مردم
خود دیگه چطور کنم دختر که راضی نباشه چیکن ما تا ملام نکاشانه بسته نمیکنه در وقت نکاح بسته کردن که نکاش بسته که ملا باید تو راضی هستی بگه نه با ما چی کنم باز شرمندگی رو چی کنه کجا مردم نانتانم بخوره مردم موجود باشه وجود داشته باشه که دختر باید که ما قبول ندار هیچ وقتی گپ کس نمیزنه میزن الان وقت فکر میکنی از اول فکر میکردی از اول فکر میکردی این کار گودی بازیست نه کار این کار ساتیریست نه من میفهم این مسئله آبرو عزت است این مسئله ننگ ناموس است میفهم یا نه ننگ از گرگ خیستم میفهم سر از سرت موضوع آدم ها کشته میشه آی مرا نبیناره پشت پیسه را گرفته خوارک بیا که نفره بیا که من خطازی کار دارم 2 لک روپیه چی مادرم گفت که دروغ میگه برو سنات از آشپزخانه بکش آلا خود چی رقم بکشم مال تو خاموش خوب بودی خاله میبردیش آشپزخانه من نفهمیدم کجا پتش کنیم اگه اینا مقام چیخ بزنه یا چی شو خلاص است دختر میگیرن میبرن کت خود میگه لفظ دادی 2 لک روپیه دادیم آلی 2 لک روپیه چی شد مال نشد تهمت است چی گپ است تهمت است بیا زو کوک پیسه روز من میگم مادرم نگرفته باشه مادرم قسم نیست که پیسه را بگیره خب میفهم مادر معصوم یادش رفته باشه یک سومانده باشه زن که کم دیگه قدر دروغ هم نمیگه باز از مد تو خوبت نمیکنه مادرم پت نکده یعنی گفتم یک جای مونده باشه امکان نداره خود زن کاکای امکان نداره که رقم یک دروغ بگه حالا زن کاکای من تو نمیشناسی دیشی خون رگ خود ماست یک نفر قلین نداده باشه باز بگه قلین دادیم خود 2 لک روپیه میتیم گپ خلاص است زن کاکا یک دفعه میرم برای مادرم باز گپ میزنیم 2 لک روپیه میتیم خلاص از گپ اول تو غم است داری تو 2 لک روپیه 2 لک روپیه بشن 2 لک روپیه زن کاکای مادرم گرفته گرده خودم بفروشم مقنع میشه برو گرده تو رو میفروشیم سی برو گراسنات بکش قالچیق نزنه برو آل خیلی چی رقم بیا یک پلان جور کنم حالا در چی رقم اصلا میکشی ازش میگیری بیا این زن کاسنات میکشیمش برای یک کار کو لطفا سلما در کدام اتاق خوب کار میکنه در کدام اتاق ششتن اونجا که اتاق ششتنی شریک است من فهمیدم چی کنم بذار نسوارم ندارم این گپای دکتر بسیار سرم بر تاثیر کرد دکترک گمت نکنم تو هم کی میمانم خیره بی سر تا چوپی میکنم مقصد این نسوار نزن چی؟ بیا چی سر تا چوپی کنم چی هر روز هر دقیقه من اینجا جارو کنم یک سردش سر تا چوپی میکنم از من از چی که اقامت بگوشه بگو بر مادرم بگو برو چی بیار چی بیار؟ نسوار های نسوار مطرم پیشوری از من تو او رو میگه خودش خیلی چی رو بگو فردی نه خب میگم بگو نسوار بیار کاش که از گفت چند من میگمش نسوار بیار که بخی گنگس هست کلیم نمیاد کلیم تو فکر میکنم 10 سیر شده اینو تو گرنگ شده گرنگ ده یفته بیشینی باز زیاد نمیشه نه خنک میخورم زیاد چی میشه زیاد میشه نه یفته که ده سرد بزنم میگم گنگس نشه ده سرم هفته نمیزنه اینکای زونیم درد میکنه از خاطر اینکای زونیم شیشته و اینجا درد داره این نسوار هم سر تا درد میاره اما اینکای زونیم نه اصلا آرامش حساب مکس بچیم نسوار است نسوار و هم نسوار گشتمک زنبورک نشم یک نام دگام داشت یادم رفته بوش خواهده تو یاد من یاد فردین چی شد؟ بده آرزو بده چی گپ داری خو این طرف ساخت شو بریم تا وقتی که آسنات از پس خانگک میکشیم تو کشان سایی رو یک برو باز پس آن جنگ نه ما جنگ میکنم اونجا میریم جنگ جدل میکنم ما آدم خور هستم بسور نیستی برو بخی من آدم خور فکر کنی چی؟ من دیگه شدم میفهم خوارد بیا خال تو پیش برو چه خبری سلام زن کاکا جان خوب هستی؟ علیکم بچه خوب هستی؟ جانک جور چیال داری؟ تو خوب هستی؟ سلام خاله جان خوب هستی؟ جور از بخیر هستی؟ خوب هستی؟ تشکر خانه خیر تیز خود خوب مادر چرا اینجا شندی شد؟ بچه زن کاکا چون همیشه که در آمد در خانه ما میجه این خانه یک ذره گرد واد است نه جنگ از بریم خانه جور تیار از نه اون خانه بریم بیم امیجا خوبیش از شیشتن خیستن نیست برای میشه قرار زن کاکا جان بیا بچه خاله چی خیر از ما شما چی؟ بیا خیره تو با اینه دستگالتون خاله جان سایز خیر اینجا او تو خیلی ذره یک پاک است خب برو مادر جان برو حالا چی بار از این خانه در این خانه فقط بگی ما حال نه ما تو مادر خواستگاری آمده باشیم خانه تان خانه استیم من خدا خیلی خاله جان خانه یک ذره گرد واد است دیگه چای نوردی؟
باش که ما برم. نه نمیخورم چای دختر. بخبر چای نه چای نبیر چای نبیر. چرا زن کجا؟ نه رای دور دیگه میدوان آدم بچه بازار میشدن به تکلیف میتادم. خوب هستی؟ شما خودتان خوب هستین؟ کاربارت هستیم دیگه. دارین شما خوب هستین؟ چی تو که آمدین زن کاکا؟ آمدیم دیگه. طرف خدا نمیخوریم. به خاطر ننگ ناموس خود آمدیم. اول گرفتیم. شما خیلی اول نمیتی تا که ما نبیم. خیلی سربرا کنیم. نفرک خبر داریم خلاص شب سکلا برای پسرای خود که بچه‌ام جگرخونی داره که بیاد بی اندازه. مادرم چیز نگفت زن کاکا درباره این موضوع؟ نه بچه کدام موضوع؟ اینمی آسناتا چیز نگفت برتن؟ چرا آمده؟ نه آسنات به او خاطر نرسمی یعنی به خاطر که ازی که قبول کرده یا نکرده از او خاطر گفتم. حالا خب گفت ما قبول آمدن نه تانوز نامده خانه خالی خانه قبول ما نداری بچه مادر گفت ما چرا قبول کنیم اینا بیا مادر پورا کنیم نه زن زور بگیری خوار ماره دلش نیست بچه دسته چمچه کوتا جایی که مادر تان باشه این کار بودی بازی نیست این کار رشخندی نیست این کار ساتیری نیست این کار خورخنده بازی نیست تو با خدایا این کار مسئله آبرو و عزت هستم آی خدایا چطور کنم آی بخیر بله خودی چی بکن بله تیس برو تیز کن مادر بیرون چی کنم کجا برم بیرون آره برو که نبینه تا تو حال بیرون تا کجا برم خیلی برو خانه امید برو سر تا بگی الله دختر دل خلاص کردی برو الله دختر تیز برو دل خلاص کردی یاد که نفتی آلی فردین برآمد برای نسوار میاد وای چی گپ شد که دختر چی گپ شد دختر چی شد زن ماما؟ چی گپ شد چرا چی شده؟ یاد که دختر حالا همه قنانی پر چی میکشین رسومانی که چرا چی کده آگور شدی؟ چیست زنه ور می آمده اما دخترش آمده کلشان آمده حال که آمده بلنده پس شن دیگه بگو خونه رفته بچه می خدا گرفته آمده اگر نمیدین من برم بگویم بی شاپیرا جان بلیاز خدای گپ نظر من افشار نکو بیاب نکو این دختر در خانه بیشن تا که ما بره بیز خانهش از دیگه نمی خود صحیح سالمان میفهم که خانهش تو ممی دیگه صدایت چوب کن نکشی صدایت که من میرم پیش از او سعی کم شفتالو مربان من میرم میگم این رسوم است خود صحیح سارو میگم بچه مرا گفتن نکاح کرده خلاص شد او تو نگو با خدا فروش دار فروش تو بکای میگه شفتالو گپ صحیح تصدیق دارم گپ تا خونه ما رو قناعت بتم ما رو گپش خلاص شد من قناعت میتم من خودم تو مرا بود نه با من قناعت بدم قناعت بدم مادر تا خون تو بشی چی نبود شب خاک صبح خلاص شد نه زن کاکا جان چی است که خب بازم گپایی است که بیاز میفهمین که ما گفتیم که آسنات قبول نداره هر چی هم کنیم قبول نمیکنه زمین داسمان بخوره آسنات قبول نمیکنه دلش که نداره روز اول همی فکر میکردیم میفهم یعنی که نواسین ده پای درک بزر که میگه تو چرا رفتی همی دختری ورد گرفتیم مرا دان خود چرا گرفتی؟ نواسه ساختی نیکی دویمه دیگه میگه کال گرفتی دیگه ما هیچ قبول ندارم حالا چی میگم مادر میگه چرا گرفتی روز که اول میبرم چطور خودت دانک چیزی میکنم خودکشی میکنم خیر گپ خلاص میکنم من گپ امروز فیصله میکنم فهمیدی روز تو کس گرفتن نمیتونم صدایت مگم نکشی شاپیرا جان من میرم خوب برو زن ماما گپ گوش کن خوب گوشات واس گپ مرا گوش کن سایکو چی میگم اول زیمی کارز یا برن و بیان گپا شوا و روز میسو بدوانی بر خلاص به یک چند پیغام بده که مگم چیز می جور کنم یک 20000 پیغام بیا یک 4 نفر بیاریم یک نورمال بده یک نکاح کنیم بره پشت راه خود 20000 پیغام بیاری بس میکنه حالا شاپیرا جانم 20000 پاره که داشته باشه من وقت تو که ندارم چطور کنم حالا خدایا چی بویا میگم خانه گرگ بستوغان نیست خانه تو چطور نیست پیسه هیچ کس نداشته باشه تو داری به دختر تیت ماش میره که بندل برات میاره تو چطور به ماش هستی
خو خیر یک چاره میکنم بیارم پیسه بیار 20000 دیگه بده من چیز میسکنم نمی 4 نفر 20 پیدا 4 نفر کلانم میارم یک نکام میکنم خو صدای تا نکش ما بر پیسه میارم سعید برو بیار برو با من پیسه بیار زود که پیسه بیاری نکو تشویش شو دختر خلاص شدی دیگه نه حالا افتیر اینجا حال خود ننشتلیش میکنه باش بفتن پاش بشکنه خب ما دیگه عذاب جنجال دیگه بانیم نکو سر تا بالا بگی حالا خوش شده دیگه بابا حالا ایش دقیقش نشد دیگه ما دنیا جان بنوازی نه زن کوکو جان چی هستک موضوع اینمی مشکل است که دختر راضی نیست روز اولم فکر میکنم بیا مادر اینجا بشید نه بیا سر اینجا بشید سر تو شاید بالا بشید زن کوکو جان موضوع رو خوب روزم براتون گفتم بوده همین آمده بودید بیفایده است ننگ از گل خیستم فهمیدی؟ امروز خوراک ملالای قند مادر بام گپ میزنه امروز دیگه حسابک ما را یک طرفک خوراک نه قدر ما کرا داریم نه قدر پای پاچه داریم که بیایم بریم من متاسفانه مادر نه قدر شیمه داریم خوراک سنمی خود بیبی ما را من تو بفهمم متاسفانه مادر من خودم ناجر راست می در حالت ما میمیریم دختر راضی نیست گوده فهمی گپای تکراری چیز ضرور که بگه مرد چخه کمی گپای تکراری یا چه وقت ما ضایع میشه دیگه هیچ کار نمیشه هیچ خود به زحمت نمیکنه نه خو این دختر اینا برتون میگه اینمی دختر خواهرجان این کارش خندیست این کار گودی بازیست همی 100 دفعه قیاد کنی 100 دفعه ما برتیاد میگم یعنی ما دست بردار نیستیم خوراک گوشت واس که ملالای قند یه تو نیست که تو ما رو جواب بدی ما بخیزیم بریم بچیم ما خود دل ششتیم از دستتان دیگه خورمون نمیگیره خلاصه دیگه یک اشتک به دنیا میایم میگه برو خانه تو اگه بچه شد خانه ما دختر شد ما دختر به بچه تو میتم اگه خانه ما بچه شد خانه تو دختر شد تو دختر به بچه ما بتیم خونه من اینمی کار غلط است اینمی کارشون غلط بود کشته شده چی خواستایی که مشید نگرفته ما لبز گرفته ما انتخاب چرا گرفتم برد حالا خود دوران ها را دیگه گو ساله خورده تر بخدا بی بیاد زن که 2026 بدون رضایت کسی ما 2006 2004 شنا میفهمم بچه تو چه رنگت پک پریده چیه پس بیوار من ایره دیدم ور خطا شدم بخی خونه نیست کرد انداختشون اونجا وقت من تاجر من فکر میکنم ننیش چلیک سلما بفتک ما و کارشو خودش او اوه چی گپا دادن ننیز بسیار کار نفسات است ننیش چلیک که سلما یعنی پرتیش خیره مرالای تو گپا را دادن جای نتی خیره دنبک زیر پای مست تایی میمانمد دنبه مرالای زیر پای مست باز قانع شد که بره پیسه بیاره مجبور است که بره بیاره آبرو زد اینجا در بین است تو را خو ندید آبرو زد داره کجا رفته بودی پچودی پس خانه یک بودم ما بکت ما سچ پوست کنده مسلمانی گه بزنیم هرچی باشه زن کاکا جان خب ما برتان گفتیم سعی کنین اگه من نال زبان بازی کنم باز میگین نه که این دخترتان زبان بازی کرده کلانتان کلان مانن نیست حالا از کلان دیگه یا چی ها دیگه زن کاکا جان مادر ما هست اینجا پالی ما ششته خوب سعی تربیه کرده خب نکنه نه امی قسم کد ما امی که به خوبی امرایتون گپ میزنیم خب نمیفهمین به خوبی دست ما پیدا شدیم ما در زیر دست پیدا نشدیم خب به خوبی نمیفهمین مجبور هستیم صدای خدا بلند کنیم خوبی چیست اگه ما خوبی چیست باید تخم چه بردیم خوبی چیست توبه خدای توبه کدام خوبی مادر دیگه این از زن کاکای وزد میگذره دیگه من نه تنگه چرا دلگ رو پامون دو لگ پا زن کاکا جان دو لگ پا چی دروغ میگه حالا می پیچه سفید زن دروغ میگه بگو دو لگ پا نگرفته دیگه تو هم دختر از اموستی خب بگو دو لگ پا نگرفته میره دختر میگم نگرفتیم دروغ میگن زن کاکا جان مادر چی میگه گفته نمیتونه بچه حالا خب کدام ثبوت داریم کدام شاهد داریم چی داریم نه بچم قربان چم چی میگم تا حالا پیچه سفید زن دروغ میگه خب مادر ما دروغ میگه خب شاید حتما خرج کردی خورد نه خرج پیچه سفید زن شاید دروغ میگه طبعا دروغ از میگه پیسه آفرین کاکا جان پیسه 2000 نبود خرچ 2 لک روپیه بعد زمان راست می او چه رقم خرچه آدم در میته دخترم پیشوری یکی شاهد میته زن کاکا جان موضوع نمیست که آرزو قبول نداره اگه آرزو رو به زور بتیم خدا نخواسته اگه آرزو رو میکاره کنه باز میفهمین که دیگه چه نمیفهم یا دلگرپی ما بتیم که ما خب مادرم میگه که 2 لک روپیه برتان نداده مادرمشان دیگه بیخی پشت از اونا دیگه نگردن بیخی که آمدن دفعه دیگه من نمیمانم پشت از اونا برن
که نشد خب که نشد که قبول نداره دختر حال بزور خو نمیشه کار زور نیست کار یک عمر است حالا مردا که بیا خورک سایز ما امروز بر مردا حالا مردا رو شوهر میبید که ما رو میخواستیم نه حالا که من میفهمی که شوهرم نیست اینمی خودم هستم اینمی خود زن بزن اینمی میگه شما برین همی گپ ما رو به مردا بگو برسانه خب جان من چی کنم که تیال روز که تی رقم زندگی که هر طرف زندگی من خرابی داره ای خدا این رقم زندگی به ما میدادی هیچ خدایا نمیدادی رقم زندگی